الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که آیا تلاوت قرآن در نماز با تجوید تلاوت کردنش واجب است یا که بدون تجوید هم به نماز تلاوت کرده می شود و به پشت کسانی که به تجوید تلاوت می کنند آیا اقتدا کردن جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم، البته با تجوید تلاوت کردن این امر واجب است. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان امر میکند و میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ورتل القرآن ترتیلا، و قرآن را با ترتیل، با تجوید، با قاعده قانونش تلاوت بکنید. و در علم اصول فقه میگن الامر یدل علی الوجوب، اصل الامر الوجوب، امر الله و رسولش در اصل دلالت به وجوب میکند. پس البته علم تجوید یک علم آموزش قرآن است و بعضی از مسائل های در درونش دارد که آموختنش واجب نیست و بعضی از مسائل های دارد که آموختنش واجب است. به مانند همه علم، مثلا علم عقیده اصل دارد و فرع دارد و جزئیات دارد. اصلش، فرعش که توحید است، شرک است، نواقض الاسلام است، اصول دین است و بسیار چیزهای دیگر که آموختنش فرض است، واجب است. و بعضی از جزئیات و اختلافات و چقور مسائلی که هست این البته حق علما هست. و این چنین در مسئله علم فقه بعضی از مسائل ها به همه فرض است، به مانند آموختن مسائل احکام وضو، احکام نماز و غسل و تیمم و غیر ذلك. و اما دیگر احکام هست که آموختنش مستحب است، واجب نیست. و این چنین مسائل تجوید هم همین است. بعضی از مسائل هست که آموختنش واجب است، به مانند مخرج حرف ها که البته زبان عربی مخرج حرف های خاص دارد. مثلا یک حرف ز چند تا است؟ ضاد هست، ز هست، ز عادیه که من شما تاجیکا میگیم. سیمش ضال هست، با ذی ازغی هست. ببینید هر چهار ز در کلمه های مخصوص با معناهای مخصوص می آیند. یکیش رو عوض بکنید، یکیش رو دیگر بکنید، معنای دیگر می شود. حرف س مثلا س تاجیکی هست، س تلفظ مثل تاجیکی، لیکن دویمش صاد هست. وقتی که س رو گرفتیم البته عوض کردیم معنی دیگر می شود. رحلت الشتاء و الصيف، اگر ببینید در این آیت سه رو عوض بکنیم، الله سبحانه و تعالی در اینجا به من شما خبر میدهد و میگه که الله سبحانه و تعالی به شما نعمت داد. نعمت این است که رحلت شتاء و صیف، هم در زمستان و هم در تابستان شما میتونید رحلت به تجارت بکنید. اهل قریش رو میگه اگر این صیف رو بیایید به دیگر سه تغییر بدهید می شود تابستان تبدیل به شمشیر می شود، گویا که شما شمشیر گفتید، تابستان رو تغییر داده اید. پس مخرج حرف ها رو آموختن واجب است تا که معنی قرآن دیگر نشود. و این چنین بعضی از مسائل وقف رو آموختن واجب است. و این چنین مدها رو آموختن واجب است که باید جدا شود از هم دیگر. بعضی مدهای است که کشیدنش واجب است. بارک الله فیکم. پس البته آموختن تجوید واجب است و باید هر یک مسلمان قرآن وقتی که میخواند با تجوید بخواند. اما افسوس که امروز اکثر مسلمان ها، بسیاری مسلمان ها رو وقتی که میبینید قرآن هم خونده نمیتواند. اعوذ بالله من ذلک. یگانه معجزه زنده که امروز زنده مانده است این قرآن است. بعضی از علما میگن این بعد از این کوه احد است. دیگه همه چیزها البته چیزهایی که بود به وی تغییرات در آمده است و البته سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. و اما
از این قرآن که کلام الله هست امت اسلام را میبینید که دورند. باید قرآن تلاوت کرده شود، باید مسلمان قرآن را تلاوت بکند و با تجوید باید تلاوت بکند که این امر الله است، کلام الله است، شرف و عزت اسلام است و شرف و عزت مسلمان است و نجات انسان است، نور و هدایت است. الله المستعان. و البته از پشت کسی که امام می شود و به تجوید می خواند و در اونجا کسی دیگر انسان از وی تلاوتش بهتر وجود دارد، اقتدا کردن جایز نیست. باید کسی امام باشد که قرائتش خوبتر و افضلتر باشد، خیلی که به این حدیثی صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت میکند: یا امکم احفظکم بالقرآن. به شما امامتی بکند کسی که به قرآن حفظش زیادتر است، یعنی با ترتیب و با تجوید و با این قانونهاش. پس بارک الله فیکم، کوشش بکنید قرآن را با تجوید بخونید، قرآن را تلاوت بکنید و به برادران نصیحت بکنید. و یک در جماعتی که دیگر انسانی به تجوید هست، به تجوید هیچگاه به امامتی نگذارد و به تجوید را نصیحت بکنید که از امامتی دست کشد و یک کسی که تلاوت قرآنش خوب است تلاوتی با خوب و زیبا تلاوت بکند و نماز را به پایان رساند. بارک الله فیکم.